گاوی دیگرم بیارد مجشو بیا کم بیا کنار دلکم بیا تاجیکستان با پیش یک پوشی حلال نبود که این ایرینکای مامای زینتگل پوشیده آمده است. من یار ای بازار مهرگان خریدم از یگان زینتگل نپوشیدم مکای ارزو. هی مردم میگن گریه نکن میآیه. تو شعر نخونه جایزه رو نمیدیم. خونه‌ای که به فرهناز تقدیم کردن کاری دهنی است. نمیتونم، نمیکنم، نمیخواهم، نمیتونم، نمیکنم. باری اول بوده که جون. عزیزم گویا که من شما نمیشناسم. پیشتر. بیا بیا به حال ما مالی ما بله مالی ما توی پر بالی ما. یک رولون متریال شما با کرته و پاجامه میشد؟ نه همه مخدومو بوده میتیم. چشم از پای جا بردن و رو از پای یغما در ملک دل ما. موپایکر سال خودت است. ابرو و ریتینگ مریم هم وزنین است. زلفکام کجکه نازکام عجبه. А почему шумо боло нест? Не! Шумо дар кор. Ему, наверное, тяжело. خیلی وزن تو خیلی وزن بوده. 65 килограмм. بعد این سالینا میبیم موضوعنا منو خراب میکنی مشق میکنم. برای عادلانه و شفاف گذرانیدن مراسم جایزه سپاری یونیورسال لیدی من همراهی استادانم آرزو عیسی و دلفروز ستاروا تقریبا 2 هفته پیش تمام برنامه ها را با دقت تماشا کردیم و برای هر یک اشتراکچی بهاگذاری کردیم، یعنی نامیناسیون ها آماده کردیم. امیدوار هستم که به این بهاگذاری عادلانه ما هم شما نیز راضی هستید. Let's go. با عرض ادب، عشق، اخلاص، دوستداری سلام بر شما جنابان و خانم ها، مهمانان عالی قدر، رفیقان عزیز و جانجانی من، هنرمندان بارز و برجسته. نمیدونم قبل از آن که این برنامه رو تهیه بکنیم و چیزی روی ورق بیاریم خیلی فکر کردم که چی بگویم که پسند دل شما بیاید. نازنین گفتم شما را، بهترین گفتم شما را، عزیز دل گفتم شما را. دیگر حرفی نماند که نگفته باشم، ولی امروز تصمیم گرفتم که به همه شما برای زحمات، برای مشقت، برای خدمت‌هایتان از صدق دل سپاس بگویم. سپاس بر همه شما. تحویل سال است. در تحویل سال جای گاه روزهای رفته را پژوهش تحلیل میکنیم و فکر میکنیم که این سال چه سالی بود گذشت و همه برد و باخت، پیش با خوردن ها و افتیدن ها و خیستن هایمان را مثل نوار سینمایی از پیش چشممان میگذرانیم. و من هم مثل شما همین خیلی با هم شکر که به تحویل سال رسیدیم. حلول سال است و روزهایی که در پیش هستند میخواهم که صفا داشته باشند. من از درس زندگی، از مدرسه زندگی فقط همین رو فهمیدم که منطق بودن ما و شما در حیات فقط همین محبت است. عشق، محبت، رفاقت، دوستداری، دیگر چیزی ارزش ندارد غیر این حرفایی که من گفتم.
چون حادثه های گذشته را گفتم که تحلیل میکنیم گاه زندگی خدای مهربان یک سورپرایز برای من در تحویل سال آماده کرد و نه فقط برای من، فکر میکنم که برای همه شما. کوتاهک یک قصه بسیار جانسوز و زیبا رو در میان میگذارم، اما قبلا از شما عذر میخواهم. قصه کمک غم انگیز است، قصه غم انگیز است. قبلا عذر میخواهم از همه شما و مطمئنم که من رو میبخشید و این قصه رو گوش میکنید، چون که دل دارید. در درون آن دلهای شما نور است، محبت است و هر یک تپش قلب شما، ریتم دلهای شما با محبت و عشق علاقه و پیوستگی دارد. این حقیقت است. چند سال قبل خیلی جوان بودیم، آمدیم به میدان هنر. تلویزیون، گیرودار، برنامه ها، استودیو ها، این چراغ ها، تاک شو، نشرهای مستقیم، دیوانگی ها. فکر میکردیم که تمام عمر ما همین خیل میگذرد. هیچ وقت در گوشه خیال ما نمی اومد که یک روز دست بی‌ترحم زمان میتواند رفیقان را از هم جدا کند. دست بی‌ترحم شرایط میتواند یک دیوار سخت و سنگین بین رفیقان بردارد که شکستنش دشوار است. من همراه یک نفره که حالا بدتر نامش را میگیرم، با شور و شوق، شباب، با انرژی و دیوانگی در نشرهای مستقیم برنامه تهیه میکردیم و هر روز، هر هفته در نشر مستقیم بینندگان ارجمند درود گفته از تلویزیون سلام و سپاس ها میفرستادیم با کل تماشابینان تلویزیون. اتفاقی افتاد، زندگی، قضا و قدر با گیر و دارش ما را به هر سمت برد. شمال سخت زندگی ما را افکند به یک طرف، او را برد به آن سوی اقیانوس، دور 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 که حتی فکر میکنم که رفتن به آنجا این خودش الکی یک قهرمانی است. من تنها ماندم. فکر میکردم که دیگر در این حیات، نمیدونم ما چند سال شدیم، الکی خیر میدونن دوستان که چند سال شدیم و چند سال دیگر باقی مانده است. هیچ وقت نمیدانستم که زندگی و آن حضرت عشق، یار، باز ما را در روی صحنه به هم میارد. این فقط یک فرضیه بود که عملی گردیدنش را من یگان ذره تصور هم نمی کردم و باوری هم نداشتم. می گفتم تمام، لحظه ها گذشتند، قطارای ما از پلتفرم دوم الکی رفت و دیگر تمام با همین. ولی سپاس به خدای مهربان که اینقدر سورپرایز میکند. ما سالیان سال از هم جدا بودیم. فکر میکنم که 1000 سال گذشت که ما یکدیگر را ندیدیم، روی یک استیج صحنه برآمد نکردیم، به شما سلام و سپاس نگفتیم با هم. و این سبب داشت. من سببش رو میگویم. او رفت به آن سوی اقیانوس، به دیگر کشورها هجرت کرد. من اینجا ماندم. آن پل کوپروکه که ما رو به هم می آورد به میدان هنر شکست. آن نقشه ها شکستند. آن لایحه و تدبیرهایی که می جستیم همه شکست. فقط رفاقت و دوستی ما نشکست. شاخه های پر از جوانه شکستند، اما دوستی ما نشکست. سبب دور افتادنش و نبودنش سالیان سال مریضیش بود. مبتلای سرطان شد. ببخشید. با
نمیتونم. با مرگ دست و گریبان شد. مبارزه برد. سرطان رو مغلوب کرد. هزار شکر. این مریضی دهشتبار رو مغلوب کرد و امروز همین جست در پشت همین پرده. آماده هستید که دعوتش بکنم؟ یک لحظه. دلافروز ستاروا. Овация! با عرض احترام درود عزیزانم، هرچند که این لحظه ها برایم خیلی دشوار است سخن گفتن، ولی در روبروی این مهر و محبت شما دشواری هیچ است آرزو. بله. و اولا میخواستم به همه اون نفرانی که طول این سالها توسط نزدیکان و پیوندانم به من سلام میفرستادند، با آنها امروز در این لحظه از این تالار، از این صحنه، از روی این استیج سلام و درود صمیمی خود را برسانم. امید دارم اگر عمر باقی باشد از این به بعد زود به دیدار هم میرسیم. سپاسی بی اندازه. حرف بزنید دلافروز، حرف بزن که سیر کنم. من اینقدر سال هست تشنه بودم. خب امروز خیلی شادم که در این محفل به دیدار گرم شما رسیدم. شمایان را میبینم. استاپ. فقط گریه نکن دلافروز، گریه نکن جانم. میکاپ راست میکاپ. همه گریه ها رو من میکنم. گریه نکن. بریزد آبی چشم من بریزد، نریزد اشک چشمان تو جانم. اشک شادی هست عزیزم. اشک شادی است. برای دلافروز جان همون قرصک زیبای خود رو تقدیم کنید. صدقه کفکوبی های نازکتان زنده و سربلند باشه. تشکر. خیلی منت دارم. خوب، اینک دوستان عزیز به مراسم جایزه سپاری یونیورسال لیدی همه شما را، خانمان و جنابان، یاران و دوستان، رفیقان بی‌نظیر من و دلافروز، همه‌تون را خوش آمدید میگویم. مراسم جایزه سپاری یونیورسال لیدی از طرف مأمورین شبکه نامدار پیشصف امروز افتتاح می‌یابد. بله، و با چنین شکوه و شهامت امروز مراسم جایزه سپاری را رسما آغاز میکنیم. قبل از همه ما از نام گروه ایجادی با سرپرستان و شریکانمان تشکر میگوییم. سرپرست کل، سپاس به سرپرست کل شرکت وطنی نورابیس. یک قرصک به افتخارشون.
شریکانی لایحه بتا چای چایخانه سیاه و مرکز کسمتولوژی عصر فنیکس مت. تشکر زیاد. اینک دوستان عزیز برای افتتاح رسمی مجلس امروزه ما من این مجلس امروزه رو مجلس زیبایی نام میکنم. من با کمال احترام دعوت میکنم دیرکتری شبکه پرتماشابین ترین رو در یوتیوب در سگمنت تاجیکستانی دیرکترش رو محترم بحریدین صبور رو برای صحنه میخوانم. پذیرایی شما بحریدین صبور کجا هست؟ بله بحریدین آمد یک قرصک و افتخارش. سلام و شب بخیر حاضرین گرامی. برای من بسیار بسیار افتخاری بزرگ است که کنار دو استاد بسیار عزیز و معتبر و روبروی این قدر استادانی واقعا ناتکرار امروز برآمد میکنم. حضور یکی شما را خیروانگی میگویم. اگر گویم تمام زحمت ها و قدر زحمت هم شاید نباشد وظیفه رسالتی روزنامه‌نگاری من است که همین خیلی برنامه های زیبا رو تهیه کنیم و چون شخصیت های زیبا رو دعوت کنیم. خاک قدم های شما روی تخم چشمان ما. خوش آمدید. تشکر. سلامت باشید بردین. خوب حالا شو میخواهید شو حالا دقت میکنیم به اکران دوستان عزیز. اولین نوار کوتاه ما از روند برنامه های خیلی جالب و پرتماشابین یونیورسال لیدی که در شبکه پیشصف نشر می شود منظوری شما میگردد. دقت به اکران متوجه باشید.